آیا شما هم در مورد ویتامین های متمم برای اطفال نازنینتان سوال دارین و تشویش دارین که کدام ویتامین ها رو ما به تفلک های خود بدیم، خصوصا طفلای شیرخوار؟ اگر این سوال پیش شما هم است، تا آخری ویدیو باشین تا خلاصه بر شما معلومات بدم راجع به ویتامین های لازم در اطفال شیرخوارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله همگی جور و صحتمند و سر حال باشید. والدینی که ویدیوی ما رو تماشا میکنین، حوصله‌مندیتون رو میخوایم تا پایان این برنامه و به شکل خلاصه براتون خواهد گفتم کدام ویتامین ها رو به تفلک‌هایتان نیاز داریم. به خاطر آسانی کار ما تفلک ها را به دو کاتگوری به خاطر ویتامین ها تقسیم میکنم. یکی کاتگوری طفلایی هستند که قبل از وقت یا قبل از میاد پیدا میشن، قبل از هفته 37 تولد میشن، و طفلایی که 37 هفته‌ای خود تکمیل میکنن که به نام طفل میعاد، با میاد یا ترم برشان یاد میشن. اگر تفلک های شما قبل از وقت باشه، این تفلک ها چون زیاد وقت نمی داشته باشن تا از طریق رحم مادر ویتامین ها را که از طریق جوری مادر برشان انتقال کنه وقت ندارن، خوب جذب نمیکنن، یا نیاز دارن که به شکل ملتی ویتامین، یعنی ویتامین های مختلفی که A است، E است، D است و همچنین منرال ها مثل کلسیم و مگنیسیم اینا را ضرورت دارن و نیاز دارن، خصوصا اگر طفل شما کمتر از 1500 گرم وزن داره و تولد میشه، به این شکل میرن که در بازار به نام ویتالین موجود است که در حدود 12 قطره‌اش تمام ویتامین‌های مورد نیاز طفلک های شما رو مرفوع میکنه. و بر علاوه به طفلک هایی که قبل از وقت باشه، ما زمانی که وزنشان دو چنده، وزن زمان تولدشان میشه، و یا ای که طفلک ها 4 هفته میشن، برشان آهن شروع میکنیم که این طفلک ها زیاد مساعد به کمخونی فقدان آهن هستند. اما اگر طفلک شما با وقت تولد شده و وزن خوب داشته، از 1.5 گرم وزن زیادتر داشته و طفل صحتمند و خوب است، شما نیاز ندارین که به شکل مولتی ویتامین به طفلک تجویز کنین. چیزی که متاسفانه در بازار خیلی دیده میشه که به شکل غیر منطقیش ویتامین ها استفاده میشه و هیچ نیاز نیست به طفلک ها ویتامین داده میشه. پس به این خاطر که شما این کارا نکنین، ما براتون میگم فقط به طفلک شما یک ویتامین دی نیاز دارین وقتی تولد میشه و یک طفل قبل از با وقت باشه و روزانه یک قطره ویتامین دی که 400 یونیت داشته باشه به این طفل تجویز میکنین، که هم به خاطر رشد استخوان‌های طفلتون خوب است، هم به خاطر دندانک‌هاشون، هم به خاطر بالا بردن سیستم معافیت بدنشون. دیگه چیزی که به طفلک‌هایتون نیاز دارین، اگه طفل شما با وقت تولد شده، زمانی که طفل 4 ماه میشه، دکتر اطفال برای شما برای مدت 2 ماه به شکل وقایعی آهن شروع میکنه. که آهن چه کار میکنه؟ آهن جلوگیری میکنه از کمخونی فقدان آهن و کمخونی فقدان آهن به طفلک‌ها باعث میشه طفلک‌های شما نارام، پرخاشگر، یک طفلک بی حوصله، طفلی که اشتهای خوب نداره و حتی بعض وقتا در مکتب دیدن میشه که طفلک‌ها پرفورمنسشون خوب نبوده، یعنی آی کیوشون یا ذهنشون ضعیف می باشه. پس اگر میخواین طفلک‌های شما این دو مشکلات رو پیدا نکنه، هر چیز زودتر طفلک‌هایتون که تولد میشه ببرین پیش دکتر متخصص تا برشون ویتامین دی شروع کنه، و اگر طفلتون 4 ماه به خاطر گرفتن آهن، حتما طفلک‌هایتون پیش دکتر صاحبان میبرین. مادران عزیز و والدین عزیزم، اگه ویدیو مورد پسندتون بوده، حتما با دوستایتان شریک بسازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.